من اسمم ریتای جهانفروز. وقتی که 8 سالم بود با فامیلم اومدیم تو اسرائیل. 24 سالم بود که صفحه اول تو اسرائیل پخش کردم و از صفحه اول همیشه یه شعرش ایرانی بود و امسال صفحه ایرانی کردم، کلش ایرانی بود. من همیشه به فارسی میخوندم. حتی هر کنسرتی که داشتم یه شعر ایرانی بود همیشه، برای که ریشه منه. همیشه از مادرم که واسه خودش میخوند تو خونه و صداش خیلی قشنگ بود، تا حالا هم خیلی قشنگه. پس شعرهای ایرانی تو وجود من هست و خیلی مهم بود واسه من که همه بدونن که از کجا اومدم و میفهمین، برای که این مهمه که ریشه خودتونا نشون بدین. این دفعه نمیدونم با یه چیزی تو دلم، نمیدونستم اول بدونم چی میخوام بکنم، ولی میدونستم که یه چیزی از خونه خودم میخوام و خیلی قشنگ در اومد، برای اینکه شعرهایی که بزرگ شدم روش بردم به خودم که من مثلا خواننده روک، پاپ، کلاسیک، پس اینا رو آوردم به رو به خودم، چه جوری که حالا میخوندم این چیزا رو. چه قشنگه موی بافتش، چه بلنده تازه عروس، چه قشنگه شوخ و شنگه همه رنگه مثل تابوت، خوش به حال شاد اومد. فکر کنم ببینید من یه کمی قصه من مثل قصه سیندرلاست تو اسرائیل، برای که در یه روز خیلی همه دوست داشتن و سیدیمام از همه بیشتر میفروشه و این چیزا، و این سیدیه از همه بیشتر you know, the critics and everything, it was the best critics I ever got, ever. And I did a lot of records. پس همه دوست دارن، اونایی که ایرانی نیستن، اونایی که از آمریکا، اروپا، از همه جا دوست دارن. با میل، برای که دنیا خیلی کوچیک شده با این اینترنت، پس خیلی میل میگیرم از ایرانیا تو ایران که می نویسن که موسیقی منو یا شعرهای منو دوست دارن. حتی یک کسی خیلی ناز نوشته بود که من حتی میدونم که 3 سال تو زندان میمونم و 70 تا شلاقم بگیرم، میخوام بیام کنسرت تو رو ببینم. و اینا خیلی منو خوشحال میکنن، برای اینکه من مطمئنم که ما آدمای ساده هممون میخوایم how do you say, we want to live in quiet. هممون مادریم، پدریم، دختریم، همه چیزا داریم،
هممون میخوایم ساکت زندگی کنیم و هر چی میتونیم هم بیشتر محبت به هم بکنیم و ما هممون یکی هستیم و خوشحالم که آدمای هممون که از we are regular people that we all want peace. رژیم میاد و میره، ما آدما میمونیم و میخوام که تو دنیا بفهمن که ایرانیا و ایران آدمای محبت دارن، فامیل، دوستن، اینقدر چیزای خوبی هست in the culture of Iran. Amazing, amazing. It's the mother of so many things, of cultures, of language, of songs, of music. و میخوام این چیزها رو بدونن تو دنیا. خیلی میخوام راست بفهمن. אנחנו כבני אדם, האושר שלנו הוא יש לנו אותו כשאנחנו מגשימים את החלומות שלנו. כל אחד נועד להביא משהו לעולם הזה. כל אחד בעולם נועד לתת משהו מעצמו לעולם הזה. יש מישהו שעושה עוגות מדהים וככה הוא עושה טוב. יש מישהו שבאומנות, בשירה, במוזיקה, במיליון דברים, אפילו בדברים רפואה, כל כך הרבה דברים. ואני חושבת שכשהחברה אוסרת עליך להביא את מה שקיבלת מתנה מאלוהים, זה לדכא קבוצות מאוד גדולות בחברה, בגלל משהו שהמשטר מאמין. זה חבל מאוד. אני מקווה שיום אחד כל אדם יהיה חופשי, כמובן רק בלעשות טוב. אני לא מדברת על לעשות רע. אני חושבת שהאהבה זה הדבר ההגיוני היחידי שאפשר לעשות. همیشه تأسیف. حتی که مثلا اپرا میخونم، من مطمئنم که از فرهنگ ایرانی به همه کجا رفته. حتی که مثلا شعر می نویسم، کتاب از قصه هایی که مادرم بهم میگفت اونا را برداشتم نوشتم، ولی یه جوری دیگه. میفهمین؟ همیشه با من هست. هایده من فکر میکنم که هایده بهترین خواننده دنیاست. حتی وقتی که شعراشو میفهمم تو ماشین باهاش حرف میزنم. یعنی چجوری اینجوری خوندی؟ چجوری این چیزا رو میکنی؟ باهاش حرف میزنم. خیلی صداشو دوست دارم، برای که میتونه هر کاری میخواد با صداش میکنه. یه روز خیمه زدی تو سر نوشتم، منم از عاشقی واسد نوشتم، گمون کردی هنوز فرشه رو. میدونین اگر مثلا یه کوه هست بین ما، من ایرانی اسرائیلی، خیلی واسه من it's more complicated. ولی اگر یک کوه هست، هر کی یه چیزی در بیاره که این کوه بیاد پایین، من حتی بدونم که یک کم بتونم تاثیر بکنم که پیام صلح و
خوبی به هم برسونیم، پس کارمو کردم. برای اینکه ما میخوایم که بچه هامون تو دنیای بهتر زندگی بکنن. همه بچه ها مال ماست. بچه های ایرانی، بچه های اسرائیلی، بچه های همه جا. غنچه بیارید لاله بکارید خنده برایید میره به هجل شادومان بله برونه گل میتکونه من نوروز به دنیا اومدم، پس میخواستم به تمام ایرانیا و ایرانیای داخل ایران تبریک بگم، عید نوروز مبارک و امیدوارم که هممون به خوشی و به صلح و به خوبی و با شعر و رقص با هم زندگی کنیم، برای اینکه فقط این چیزا میمونه.